یک مرد به نظر می رسد که در دفترش نشسته و در حال شمردن پول است و لبخند می زند. راوی صدا می زند: این مرد را ببینید، نامش فرید است اما دلش دیگر به کشور نیست. به فرید زنگ می آید. فرید تلفن را بر می دارد و لبخند می زند و سرش را تکان می دهد. فرید در تلفن بله می گوید و براش می گوید که تمام اطلاعات را با شما دادم اما من پول بیشتری می خواهم. فرید اطلاعات مردم کشور را می فروشد. برای او تنها پول مهم است، نه مردم، نه احترام و نه وطن. فرید یک کیف سامسون را باز می کند. می بیند که پر از دلار است. او همچنان لبخند می زند. راوی اما او نمی داند که خیانت پایان ندارد. صدای پلیس می آید و می گوید که دستها را بالا ببر، تو دستگیر شدی. فرید با ترس می گوید نه، این اشتباه است، من کاری نکردم.